احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است با اینکه جبهه هنوز در ابتدای راه است اما در وضعیت خوب قرار دارد. او این سخنان خود را ضمن یک مصاحبه با روزنامه‌نگار محمد حسین جعفریان بیان کرده است. قبل از همه احمد مسعود کشته شدن خیر محمد اندرابی یکی از فرماندهان جبهه را شرح داده تأکید نموده است که سبب شکست نیروهای خیر محمد اندرابی در منطقه پل‌حصار بغلان نبودی لوازمات جنگی بوده است. او گفته است که این را نه به خنک نظری فرمانده بلکه با خصوصیت‌های جنگی چریکی شرح می‌دهند. وقتی که حرکت در مد اول می‌ایستد شما بسیار لوازمات جنگی را به دوش خود گرفته نمی‌توانید. در عموم احمد مسعود فعالیت جبهه را مثبت ارزیابی کرده تأکید نموده است که فعالیت آن گسترش پیدا می‌کند. در 1.5 سال گذشته فعالیت جبهه به دیگر شهرها گسترش پیدا کرده کارها نظم و ترتیب یافتند و ظرفیت‌ها در حال افزودن است، گفته است احمد مسعود. با گفته رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برخلاف آنچه دیگران تصور می‌کردند حالا جبهه در شرایط بهتری قرار دارد. به خاطر آزادی و حقوق مردم افغانستان مبارزه میکنیم و مسیری که انتخاب کردیم مسیر حق و درست است و در این مسیر حرکت میکنیم و پیش میرویم. ما خون میدهیم اما از مسیر خود نمیگذریم، تأکید کرده است احمد مسعود. او با اشاره به کمک‌های میلیون دلاری به طالبان، سودهای هنگفت از بازارهای جهانی مواد مخدر و حمایت این گروه از سوی سازمانهای تروریستی و استخباراتی منطقه گفته است در جنگ قرار دارند که در هیچ گوشه از جهان آموزش مقابله با آن داده نمی شود. اما تجربه نداشتن دلیل آن نمی شود که از ارزش‌ها و مسئولیت‌های خود در برابر حق و مردم خویش دست بکشند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است روزانه هزاران درخواست برای پیوستن به صفهای نیروهای جبهه از سوی مردم افغانستان دریافت می‌کند که بزودی از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد. با گفته احمد مسعود پس از توطئه تسلیم دهی کشور به طالبان آنها به سرعت وارد مرحله تشکیلاتی شدند و فرصت برای ساماندهی بیشتر نبوده، اما حالا فعالیت بیشتر به ترتیب آورده شده کارها در حال بهبود است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خاطر نشان میکند که اگر طالبان کمترین ارزش به منافع افغانستان حرف مردم، حق، عدالت و آزادی قائل بودند حالا وضعیت این گونه نبود. احمد مسعود میگوید که از منظر سیاسی جبهه مقاومت ملی دستاوردهای بسیار در برابر طالبان داشته است و یکی از آن موارد به رسمیت نشناختن این گروه است. احمد مسعود میگوید تلاش مردم ما، مقاومت جبهه ها، مقاومت زنان قهرمان ما و خونهای پاکی که در این راه دادیم نشان داد که طالب کیست. او از اتحاد مردم افغانستان یادآور شده و ذکر نموده است که این عنصر میتوانند رفتاری کج، دار و مرزی کشورهای جهان را نیز اصلاح کنند. با گفته او عدم مشروعیت طالبان تا امروز نشان میدهد که دنیا و منطقه به نیت طالبان پی برده و حتی کشورهای اسلامی میدانند که رفتار طالبان به هیچ عنوان به آموزه های اسلامی مطابقت ندارد. رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید شخصیت های بزرگ در بخش مشورتی و اجرایی در ساختار جبهه مقاومت ملی از سراسر افغانستان حضور دارند. جبهه از اقوام و چهره های مختلف تشکیل شده است و اتخاذ تصمیم ها پس از مشورت و رایزنی ها انجام می شود. احمد مسعود با واقع گرایی اشاره می کند و می گوید جبهه از هیچ پا بر عرصه فعالیت گذاشت. حالا پس از 1.5 سال همه چیز در وضعیت خوب قرار دارد. به گفته او مشکلات وجود دارد اما حرکت پیوسته برای پیشرفت و حل چالش ها نیز
تا ما شاهد افغانستان آزاد و آباد باشیم، مردم آزادانه زندگی کنند و زنان حق آموزش و کار داشته باشند. رهبر مقاومت ملی در این گفتگوی ویژه با اشاره به انتقادها میگوید که همواره به پذیرایی انتقادی های هم بوده است، اما شمار بجای انتقاد در آسیاب دشمن آب میریزند. او تاکید میکند ما به خاطر وطن و مردم خود و به خاطر عزت مردم خود ایستاده ایم و در جبهه برای همه باز است. احمد مسعود از منتقدان میخواهد که به جای گرم کردن آتش دشمن وارد عمل شوند و سهمی در حل مشکلات داشته باشند.